اما یک آش ضد سرطان براتون بگم بنویسید، برای همه سرطان به کار میگیره. آبش عرق رازیانه است. توی سبزی تره و ریحان و یونجه و هویج اگه زردک باشه بهتره، ولی حالا اگه نباشه هویج و این چیه دیگه، شلغم و اینا بریزید، شاهی، سیاه‌تونه، زیره، خرفه بهش اضافه میکنید. روغنش روغن زیتون باشه، روزی یه وعده بخوره. این غذای خوشمزه میشه، حتما لازم نیست سرطان داشته باشید بخورید، بی سرطان هم بخورید خیلی خوشمزه است بخورید.